حکومت قانون یعنی چی؟ حکومت قانون یعنی که اون چیزی که حکومت میکنه به عنوان داور، چون حکومت فقط اعمال قدرت نیست، قضاوت هم هست، باید بر مبنای یک قواعد و اصول شناخته شده باشه. یعنی ما توافق بکنیم بگیم ما بر مبنای این اصول که مهمترینش میتونه عدالت باشه، یعنی اینجاست که پیوند پیدا میکنه اندیشه جدید با اندیشه سنتی و حتی مذهبی. یعنی عدالت میشه به نقطه قانونی و این عدالت هم با این عدالت اجتماعی امروزا خیلی فرق میکنه. یعنی قرار دادن هر چیزی در جای خودش، یعنی عدالت حقوقی، یعنی عدالت بر مبنای حکومت قانون. و قانون هم نمیتونه خلاف عدالت باشه، یعنی قانون باید عادلانه باشه. مثلا الان فردا قانون بذاریم که همه باید نمیدونم یه دست نداشته باشن که قانون نیستش. بنابراین قانون بر مبنای حقوق باید باشه.